بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة و سلام علی حبیبنا رسول الله و علی آله و صحبه و من والا. راستی من و شما بخیلیم. پولی دستمه، اگه این پول رو من تو دستم نگه داشتم، نگذاشتم بره تو دلم و هر جا نیاز شد اون رو دادم، کسی نیاز داشت اون پول رو دادم، خودم نیاز داشتم خرجش کردم، عزیزی نیاز داشت بهش دادم، خب من بخیل نیستم، این پول مال منه. اما اگر نه، من این پول رو محکم نگهش داشتم، چهار چنگولی بهش چسبیدم که نکنه از دستم در بره، اون وقت من مال پولم، من نگهبان پولم، من مثل همون سگی هستم که جلوی خانه پول نشستم پارس میکنم مواظبش هم. اگر پول مال من باشه خب در اختیار منه، همون چیزی دارم بخوام اون کاری میکنم. اگه من مال پول باشم، منم که نگهبان پولم ازش مواظبت میکنم. وقتی میگیم که بخیل نباش، یعنی این نیست که انسان وقتی بخیل شد یعنی به خودش فایده ای میرسه. نه خیر، بل هو شر لکم، شر بدی هست. و تازه دین هم که طبیعت و بشریت و انسانیت به خاطر اینی که فلانی بخیل شد دیگه از کار نیفتاد، زندگی منحل نشد. نه خیر، خیلی بخیلا بودند و هستند و خواهند بود و هیچ تغییری در مسیر زندگی از باب بخیلا نمیاد. بخیلا هیچ دنیا رو عوض نمی کنن. این بخیلی کنه خداوند کسای دیگر رو میاره. ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل الله، شمایی که خداوند شما رو هم کرد که در راه خدا انفاق کنید. فمنکم من یبخل، بعضی از شما بخل می‌ورزند. و من یبخل فانما یبخل عن نفسه، کسی که بخل میکنه از طرف خودش بخل کرده، ضررش به خودش میرسه، دودش به چشمای خودش. والله الغنی و انتم الفقراء، خداوند غنی است و شما که فقیرید بیچاره. پس نیاز نیست که اگر شما بخیل شدید یعنی اینکه دنیا چرخ گردون دیگه نمیچرخه. نه خیر، در جهاد میخواید برید، این شجاعت رو دارید که بذل نفس کنید، جانفشانی کنید، برید. نمیخواید برید، نرید آقا. و من یتولا یستبدل الله قوما غیرکم، خداوند و این تتولوا یستبدل الله قوما غیرکم، اگر شما سرپیچی کنید خداوند ملت دیگری میاره که این کارو بکنن. اما بخل، در واقع بخل ضربش اینجاست به خود فرد. بخل باعث میشه که انسان حریص بشه، شحیح بشه. بخل انسان باعث میشه که چش خالی بشه، شرح داشته باشه، مثل سگی که حس میکنه دنبال یه چیزی میگرده، اونم زبانش در میاد ها دنبالش میگرده. این شرح در انسان به وجود میاد. بخل باعث میشه که بدگمان بشه به همه که میخوان مال و ثروت من رو به چپاول کنن، بدگمان بشه به خدایی که این مال و ثروت داده که دوباره بهت نمیده. بدگمان میشین به خدا که اگر من امروز بدم فردا از گرسنگی میمیرم. بخل باعث میشه که حقوق مردم رو ضایع کنی، به خویشاوندات نرسی، به کسی که حق داره همسایه نرسی، به خود و خانوادت نرسی. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بخل داری. و بخل هم باعث میشه که حق دیگران رو چپاول کنی، ظلم کنی، دغل بازی کنی تا بیشتر و بیشتر چشم خالی میشه، آدم بیشتر میخواد جمع کنه. بخل صله رحم رو قطع میکنه و بخل احیانا خدایی نکرده به درجه ای میرسه که انسان اون امانتی که خداوند پیشش گذاشته و اسمش زکات هست اون رو نده و باعث بشه که از دین خدا هم مطرود بشه و رانده شده بشه. بخل یه چیزی هست که انسان رو پیش خدا حقیر میکنه، منفور میکنه، نفرین زده میکنه و از چشم مردم میندازه. خدایا بار اله ما رو از این بیماری نجات بده.